برای تهیه دسر بیسکویتی ساده 3 لیوان شیر رو با 2 قاشق نشاسته، 1.5 قاشق آرد و 5 قاشق شکر مخلوط میکنیم. بعد اون رو روی حرارت میذاریم و هم میزنیم تا یک مقدار غلظت پیدا کنه. بعد تو مرحله بعدی 40 تا 50 گرم کره و نصف قاشق چایخوری وانیل رو اضافه میکنیم. وقتی که به غلظت کامل رسید اون رو 3 قسمت میکنیم. یه قسمت سفید ساده، یه قسمت پودر کاکائو میریزیم و یه قسمتش رو زعفرونی میکنیم. بعد اونها رو خوب هم میزنیم تا مواد کاملا مخلوط بشه. بعد میایم توی لیوان‌های یک بار مصرف که مخصوص دسر و ژله است میریزیم. به ترتیب از سفید و کاکائویی، بعد بیسکویت خرد شده رو میریزیم. 2 بار این کار رو تکرار میکنیم و در نهایت اون زعفرونی رو، مایع زعفرونی رو میریزیم و به مدت 2 تا 3 ساعت میذاریم توی یخچال.